اون وقت میگه که من علی را دیدم. این سبیعی میگه، ابو اسحاق سبیعی از بزرگان حدیث اصلا. میگه من علی را دیدم عند المیزاب، ناودان کعبه، ابیض الرأس و اللحیه، موی سر و صورتش سفید بود، تکیه زده بود اونجا به هجر و میفرمود که سلونی سلونی قبل ان تفقدونی. احدی این ادعا رو نداشته، احدی این ادعا رو نداشته که وقتی که صحبت از علم شد گفت که انها هنا لعلما جما، اصلا این سینه مخزن اسرار علوم الهیه. برای غمهای زینب دل علی خونه، پس از غم و داغ زهرا دوباره پریشونه، پس از غم و داغ زهرا دوباره پریشونه. گاهی سر به بیابان میگذاشت، سر به بیابان میگذاشت. اون وقت داره که در همین کمیل این محرم سر امیرالمومنینه، میگفت کمیل دست من رو بگیر به صحرا ببر. آخه خود این هم رمزی داره، چرا دست من رو بگیر و به صحرا ببر؟ چون انسان خودش راهی صحرا بشه به تنهایی ممکنه براش حرف درست کنه. دست امیرالمومنین را میگرفت میبرد به صحرا. وقتی که میرسید اونجا نهج البلاغه است دیگه، تنفس السعدا، یک آهی میکشید از دل، از درونش یک آهی میکشید. بعد به کمیل میگفت که اگه میخوای برگرد، منو دیگه اینجا تنها بگذار، منو اینجا تنها بگذار.